به نام خدا. خدمت همه عزیزانی که حالا منو میبینن سلام عرض میکنم. من مصطفی هستم، 43 سال سن دارم. تقریبا یه 3-4 سالی است که ویولون رو شروع کردم. ابتدا پیش یه استادی میرفتم، بعد حالا خورد به دوره کرونا دیگه کلاس‌های حضوری تشکیل نشد برای ادامه راه، و اینکه خب خودم وقت نداشتم یه مقدار، به خاطر نوعی که کاری که داشتم شیفتی بود نمیتونستم کلاس برم. اینه که با سری از پکیج ها شروع کردم، ادامه دادم در واقع کارم رو تا به یه مرحله رسوندم. ولی خب الان تقریبا مدت 1 هفته است که بیشتر از 1 هفته است، نزدیک به 1 ماهه که پیش یه استاد توی کرج در واقع با ایشون دارم ویولون کار میکنم. یعنی بعد از این 4 سال وقتی که گشتم و دیدم و سبکای موسیقی و نوازندگی رو دیدم، پیش یه استادی هستن توی کرج، با کار ایشون ارتباط گرفتم، ازشون خواهش کردم که در واقع آموزش رو برای من داشته باشن. ایشون هم لطف کردن، چون ایشون هم سازنده ویولون هستن، یه آدم بسیار با صفا و مشتی، همین که در واقع ویولون خیلی خوب می نوازن. دیگه اینقدر من مزاحم ایشون شدم و در واقع یه جورایی چسبیدم بهشون که تو رو خدا من آموزش بدین، چون اون چیزی که من میخواستم، اون نوازندگی ایرانی که من چون عاشق نوازندگی ایرانی هستم، یعنی موسیقی ایرانی، حالا توی دستگاه ایرانی مثلا ساز ویولون، دیگه ایشون قبول زحمت کردن، لطف کردن و قسمت شد که من با ایشون کار بکنم. خب حالا هدف منم از این که در واقع این ویدیوها رو توی یوتیوب بذارم. در وهله البته خب خیلی مثلا میخوام بگم یوتیوبر بشم اینا، نه اصلا همچین فعلا وقتشو ندارم، حالا نمیشه در آینده، حالا فرداش خبر نداره، ولی میخوام که هم یه کلکشنی بشه برای خودم، در واقع که یه استارت کار حرفه‌ای رو زدم و روند پیشرفتم، تمریناتم رو در واقع داخل یوتیوب بذارم. حالا اگر دوستانی هم علاقه من بودن ببینن، چون که یکی از مواردی که خیلی صحبت میشه، میگن که موسیقی رو باید توی سن پایین در واقع یاد بگیری، تو سن بالا نمیشه. که حالا من تو این چند سال کار کردم با اساتید مختلف صحبت کردم، این یه مقدار حالت نسبیه، قطعی نیستش. حالا این روند پیشرفتم و کارامو در واقع تمریناتی که انجام میدم، پیشرفتم و یواشاش میخوام توی یوتیوب این ویدیوهاشو بذارم. حالا دوستانی که دوست دارن، شاید مثلا وضعیت من دارن، همسن من، حالا یا سنش از من بیشتر هم هست یا حالا کمتر، در واقع این روند رو ببینن. فکر می‌کنم خیلی چیز بدی نشه، جالبی میشه. و اینکه یه سورپرایز هم در واقع واسه خودم دارم که اونم میخوام بذارم. این استادی که من پیش ایشون میرم که گفتم سازنده ویولون و آرشه هستن، خیلی حرفه‌ای هستن، قراره که یه ساز رو هم برای من آماده کنن، ساز دستساز حرفه‌ای، و روند ساخت اون رو هم من باهاتون به اشتراک میذارم. فکر میکنم که چیز قشنگی از توش در بیاد، کار قشنگی از توش در بیاد. حالا به ترتیب دیگه من سعی میکنم که تا جایی که وقت میشه ویدیو بگیرم و در یوتیوب بذارم. اگر دوستان کسی هم حالا در واقع توصیه کمکی داره، میتونه در واقع کامنت کنه، من استفاده میکنم، میخونم. مراقب خودتون باشین. امروز تاریخ هم بگم که امروز 20 فروردین 1404 که من استارت این کار رو دارم میزنم. موفق باشین از دل. فعلا خدا نگهدار.